امروز میخوام در مورد کمردرد صحبت کنم. خیلی از شماها کمردرد رو تجربه کردید. البته اکثر افراد، حدود 90% از افراد جامعه در طول زندگیشون یه بار کمردرد رو تجربه میکنن. و اما چه نکاتی مهم هست در مورد کمردرد؟ اول اینکه اگه شما کمردرد گرفتید به خاطر بار سنگین بلند کردنه و یا اینکه کار روزمره مدام دارید یه کار تکراری انجام میدید که از کمرتون بیشتر استفاده میکنید، امکان کمردرد هست. ولی اگر اینکه خدای نکرده بعد از تصادف باشه و یا اینکه از بلندی کسی افتاده باشه، موضوع دیگه متفاوت هستش. مسئله مهم اینه که ما چند تا رد فلگ داریم، یعنی نکاتی که واقعا ضروری هست که بدونید و اگر این 5 مسئله یا چند مسئله پیش بیاد که من مهمترین هاشو براتون میگم، سریع باید به امرجنسی مراجعه کنید و شاید نیاز به عمل جراحی داشته باشه که البته میگم این موارد معمولا در مورد تصادف‌های شدید یا اینکه سقوط از بلندی اتفاق میفته. یکی از اونها این هست که شما باسنتون کاملا خواب بره، نتونید بلند شید، یعنی علاوه بر کمردرد گزگز و مرمور مدام توی پاهاتون و یا اینکه خدا نکرده نتونید مدفوعتون رو نگه دارید و یا نتونید ادرار کنید و نیاز هست که سوند براتون بزنن. مسئله بعدی پس یکی این که ادرار نتونید بکنید، مدفوع نتونید نگه دارید، باسنتون خواب بره و یا اینکه گزگز و مرمور مدام توی پاهاتون داشته باشید و یا کلا ویکنس به شما بده، اصلا نتونید حرکت کنید، اصلا پاهاتون رو حرکت بدید. اگر این 5 تا رد فلگ باشه که سریع باید تشریف ببرید امرجنسی، اورژانس و بعضی از بیماران حتی لازم هست همون لحظه به اتاق عمل رفر بشن و عمل جراحی روشون انجام شه. و اما کمردردهای دیگه که این علائمو نداره، مریض احساس درد تو کمر داره، دردش به پای راستش میزنه یا به پای چپش میزنه و یا اینکه به جلو خم میشین دردتون بیشتره یا اینکه به عقب میرید درد کمرتون بیشتره، معمولا ماسل اسپازمه، یعنی اسپاسم عضلاتتونه و یا سیاتالژی، عصب سیاتیکتون درگیر شده. کاری که شما میکنید اکثر کمردردها با مراقبت‌ها و درمان دارویی ساده، پینکیلرهای ساده 90%شون 2 هفته درمان میشن. قبلا ما توصیه میکردیم که رست کامل داشته باشن، استراحت مطلق، ولی جدیداً و شاید سالهای اخیر توصیه میشه نه، استراحت مطلق خوب نیست و یا اینکه فعالیت زیاد هم بکنید خوب نیست، نه فعالیت خیلی زیاد و نه استراحت مطلق، یه چیزی این بیتوین، وسط اون، یعنی همین کارهای روزمره‌تون رو انجام بدید. از ماسل ریلکسانت ها استفاده کنید که پزشکتون بهتون میدن و یا اینکه داروهای ضد درد مثلا ناپروکسن که البته اگه بیماری فشار خون دارید، ناراحتی زخم معده دارید، اینا حتما با مشورت پزشکتون باشه و یا همون استامینوفن ساده. ما در اورژانس معمولا 2 تا استامینوفن 650 یا 500 میلی رو با هم میدیم. استامینوفن یکی از بهترین ها و ساده ترین هاست، کم عارضه ترین و کم ترین ساید افکت رو داره و اکثر بیماران میتونن استفاده کنن. 2 تا استامینوفن رو میتونن با هم استفاده کنید و 12 ساعت بعد مجددا 2 تا 500 میلی گرم یا 2 تا 650 میلی گرم میتونید استفاده کنید. گرمش کنید، گرم کردن خیلی خوبه، البته اگه سیاتالژی نباشه، ولی میگیم ماساژ بدید، توپیکال انسید بزنید، یعنی پمادهای موضعی ضد التهاب مثل ولتارن، دیکلوفناک که البته ولتارن بلوش خیلی موثرتر از نارنجیش هستش، رنگای آبیشون اگه کسایی که در کانادا تشریف دارن و خرید میکنن، رنگ آبی ترجیحاً بهتر از رنگ نارنجیش هستش. پس پمادهای موضعی ضد التهاب، گرما، ماساژ دادن خوب و حتی اگر فیزیوتراپی نزدیکتون هست، وقتشو دارید فیزیوتراپی تشریف ببرید، فیزیوتراپی کمک میکنه و ضد دردهای ساده هم میتونه کمک کنه و مواردی که من خدمتتون عرض کردم کانزرواتیو تریتمنت که ما بهش میگیم، یعنی همین موارد اولیه، رعایت این اصول اولیه، اکثرا کمردردهاشون بهتر میشه. ولی اگر دیدین کمردردتون بهتر نشد، مجدد به پزشکتون مراجعه کنید. حالا نیاز هست شاید عکس براتون بگیرن، عکس مهره ها و یا MRI. دوستانی که از ایران تشریف میارن من میبینم که 4-5 تا MRI دارن، بعد بهشون میگم خب برای چی هست این MRIتون؟ میگم خب بدونیم چی شده. میگم اوکی، خب میدونید، حالا چیکار میخواید بکنید؟ آیا نیاز به عمل جراحی دارید؟ حتی بعضی موقع من اینجا دوستان اصرار میکنم بیماران ما رو ریفر کنید به جراح نوروسرجن، اسپاینال، ارتوپد و من ریفر میکنم بر اساس درخواست اونا و بهشون توضیح هم میدم. خیلی از اسپاینال سرجن ها ریجکت میکنن، میگن آیا مریض شما نیاز به جراحی داره؟
و مریض میگه نه من اصلا جراحی نمیخوام. اوکی، پس کار اولیه به جز اون مواردی که من خدمتتون عرض کردم که رد فلگ نامیده میشه و نیاز به جراحی هست، موارد دیگه کمر درد رو شما میتونید یه خورده حوصله داشته باشید، ریکاوری تایم بهتون بدید، یعنی زمان بهبودی. عجله نکنید، بار سنگین بلند نکنید، سر پا زیاد وای نسین. این پوزیشن ها خیلی مهم هستش. پراپر پوزیشن مناسب برای نشستنتون، برای دراز کشیدنتون، برای حتی سر پا ایستادن، برای همین موارد اگر شما پوزیشنتون رعایت کنید، گرم کنید، درمان‌های ضد درد معمولی رو بخورید، کمر دردتون بهتر میشه. اگر که برنامه من رو دوست داشتید لایک کنید و اگه اولین بار هست که برنامه من رو میبینید دوست دارید سابسکرایب رو کلیک کنید و اگه این برنامه به نظرتون مفید هست، البته موارد ساده است که من مطرح میکنم در مورد کمر درد، دوست دارید با دوستانتون هم شیر کنید، به اونا به اشتراک بذارید. ممنون از شما.